چرا در اینجا هستی؟ این خانه دیگه تو را نمیخواید. ما هم نمیخوایم. شکایت من رفتم پس گرفتم. علی را سبا آزاد میکنه. اما ملا صاحب به دوست داشتن تو ادامه میده. از عشقی که نسبت به تو داره چه قسم نجات پیدا کنه؟ ملا صاحب یک بار بیادر خود از دست داد. یک بارم که بچیش از دست داد مرده بود. وقتی تو را از دست داد بازم مرد. چرا این کار در حق ملا صاحب کردی؟ او خود تو را زیاد دوست داره. وقت حساب رسیده پیلوت. ما به خاطر تو لوده سرال پر بیادر فایر کردیم. فکر کردی حسابش گرفته نمیشه؟ لوده به یک بار مگه شده مرا متعجب بسازین. به از هر کسی که در دنیا لیاقت مرده نداشته و زنده مانده میشه حتما مرا پشیمان ساختن. آخای همینجا در زمین گورت میکنم. اوش کلاودگی نکنی. پیلوت خوب هستی؟ خوب هستم. تو؟ خوب هستم. صبر کن. هلا بیا. اون آمد ببینین. آمد. مولا علی را همیزن در زندان انداخت. افسوس از استاد علی چی میخواستی؟ باز که تو آدم آرسی هم کده بودی. دخترم تو هیچ انصاف نداری. چطور در این منطقه چقدر نفر است که استاد علی برشان کمک میکنه. از دست تو یتیما بازم یتیم شدن. چند نفر دیگرم یتیم کردی. کس قسم یک کار میکنه. تو مردم غریبی منطقه را بی سرپناه ساختی. بعد از این خوش بودن نمیتونی نمی باشی. غریبا را گریان دادی دختر. خوب لاتش کنین. دانا بینیشه یکی کنین که عقلش سر جاش بیه.
خو نمیخوای که خود بشنوی، اما به نصیحت بسیار ضرورت داری. از این بعد ده حدت باش. کسی را که نمیشناسی کتش غرض نگی. بخیز ساد شو. حالا شما از جایتان بخیزن، زود شوین. اینجا چی گفته؟ و خطبه ملا صاحب گوش میکردیم. اینا چرا سر زمین خو کردن؟ این میز چرا تو خراب شده؟ طرز خطبه گفتن ملا صاحب کمی فرق داشت، با جزئیاتش تشریح میکرد. میزم سست بود. مصرفی میزده حسابتون اشتا میکنم بالا تلی. نوشته کو. ملا این خطبه در اینجا خلاص نشده، خبر باشی. دروازه به تو آرد، اما همیشه باز است. هر وقتی که میخواستی نصیحت بشنوی پیشم آمدم میتونی. تو خوب هستی نیمره؟ کدام چیز خونه شده؟ خوب است مولا صاحب، زنده باشین. خدا داد خیرت باشه، انشالله ملالی آزاد شده؟ نه کاکا علیحان، هنوز آزاد نشده. صبح آزاد میشه بخیر. به خاطر امی پاکاری میکنم. خوب است دیگه، حالا خسته نباشی، بازم ما صبح میایم. زنده باشی کاکا جان. موش نباشه. در دکان استاد علی یک نامه مانده بودم. باید بفهمی که اون نامه کجاست. سایز دویگو خواهر، من نامه را پیدا کردم میارم. اگه تو نمیرسیدی کارم خلاص کرده بودن. یک آدم مثل تو چطور بی سلام میگرده پیلوت؟ با دویگو وعده داده بودم. حداقل وقتی در پیشو هستم. چطور از پیش تو یک چیز خواسته؟ با وجودی که در هر گوشه یک نفر میخواد که سر تو فیر کنه، باز چطور از تو یک چیز خواسته؟ چی بفهمم؟ بالاخره او هم یک دواخانه والاست. کتمه یک آدم نمیتونه زندگی آیندهش بسازه. شاید فکر میکنه مرا تغییر بده، میخواه مرا مثل خودش بسازه. اما تو شده نمیتونی. تو همی قسم هستی پیلوت، تو تغییر کده نمیتونی. حتی اگه تو بخوایی هم تغییر نمیکنی، اجازه را برد نمیتن. خواستنی که تو سلا را ایلا کنی با خواستنی که بخواین بموری فرق نداره. در او صورت اگه بمارم هم به خاطر دویگو میبرم، دیگه کار کده نمیتونم. من تو را خانه میرسانم. دویگارم زیاد منتظر مانده. اگر میخوایم اینجا استاد کو، من خودم پیاده میرم. تو یک چیز امکان نداره. دایی چی گپ است دیگه؟ 2 قدم راست میرسانمت. دکان استاد علی واز است. حتما آزاد شده، من یک بار میرم ببینم. خدا داد استاد کجاست؟ مولا صاحب هنوز آزاد نشدن، صبح آزاد میشن. من وقتی دیدم دکانش واز است گفتم حتما آزاد شده. باز آمدم یک بار اولش پرسان کنم. به هر صورت ما صبح یک بار دیگه آمدم میبینیم. خدا حافظت فعلا. ای چی است؟ نکنه ای ریزگیر اون کده؟ نه پیلوت بیادر، از دویگو خواهر است. گفتی از دویگو است؟ ای چی ارتباط داره با او؟ دویگو خواهر یک دفعه نامه نوشته کرده بود، در اینجا مانده بود. خواسته بود که من پیداش کنم، اما او وقت پیدا کرده نتونستم. حالا وقت پاکاری میکردم پشت میز پیداش کردم. من باید پاکاری کردن ادامه بدم. میشه تو این نامه را به دویگو خواهر ببری؟ مرا یک دفعه ببینم. علی، احساس که نسبت به تو داشتم بیشتر از این پد کردن نمیتونم. تو را امو صبح عید که در منطقه دیدم عاشقت شدم.
چی هست؟ ای چی هست بچم ها؟ نیک تو خبر نداشتی دوی گو ملا علی را به محفل عروسی خو میاین نه؟ فکر نکنم من زیاد کار دارم از سفدا خوشت نمیه یا که از استاد علی خوشت نمیه؟ ای گپ دیگه از کجا شد؟ یعنی چی بفهمم؟ یعنی به خاطر که قسم دلت نمیشه که بیایی؟ سیفدایم بازم به تو گفتن نتونستم. یک چیز در قلبم است که مانع میشه. هر وقت که بخوایم به تو بگویم دوستت دارم قسم میشم که فقط همون لحظه تو رو از دست میتم. اگر بگویم که دوستت دارم، اگر رازم برات بگویم، مثل این میشم که فقط با زنده باشم. از این میترسم که همه چیز دوباره با تاریکی ها یک جای نشه. در جایی که تو بودی بدون تو میگردم. سیفدا، اگر بفهمی که چقدر تو را دوست دارم، اگر بفهمی. ملا، از دوستای بیرون از زندانم دربارت پرسان کردم. از خاطر که یک دختر از محفل عروسیش فرار دادی دستگیر شدی. تو چی رقم یک ملا هستی ها؟ دوستای بیرون از زندانات اشتباه تحقیق کردن. با اونا بگو برن کم دگام تحقیق کنن. بازو وقتی را میفهمی که من ملا نیستم. دویگو تو از ما چی را پت میکنی؟ هیچ چیزه؟ چطور هیچ چیزه؟ گفتی در عروسی نمیایم، آمدی باز خواستی پس بری اما نرفتی. اما حالی هم چند دقیقه پیش قسمی در چورت بودی که حتی موتره ندیدی. چی گپ هست میتونی برام بگویی؟ میگم چیزه نیست، چرا اقا پرسان میکنی؟ چرا قنا وقت کردی؟ نامیت برات آوردم. پیلوت ما تو چی؟ دویگا خانم، دویگا خانم، تو چی؟ اگر در مقابل ما کدام اشتباهی کنی، اگر بر ما دروغ بگویی تو را از زندگیم دور میکنم، همه تو گفته بودی نه؟ بگو نه؟ پیلوت گوش کو، اینا ما موضوع سابق است. چقدر سابق؟ ها؟ دلیلی که نمیخواستی به عروسی استاد علی بیایی چی بود ها؟ برام بگو چی بود؟ ها چی بود بگو ها؟
پیلوت به مو اندازه ای که تو از ما توقع داشتی باید خودت تمام قسم می بودی. از انسان باید توقع هر چیز داشت، نه؟ همه قسم می گفتی نه؟ اول کلتان فرشته هستین، وقتی نزدیکتان شویم شیطان واره میشین. اما تو گفته بودی نه؟ پیلوت با وجوده که تو کسی دیگر دوست داشتی مرا از پشت دواندی دویگو، با وجوده که در قلبت کسی دیگر بود سرت دشانه مموندی، از من سوی استفاده کردی دویگو، استفاده کردی. من تو را به عروسی کسی که دوستش داشتی دعوت کردم، میفهمم. تو چطور این کار را به حقم کردی؟ با آدم مثل من کسی کار میکنن؟ دکتر خیرت هست تو؟ پیلوت؟ تو ده اینجا چی کار داری؟ با دیدن سفدا آمده بودم. پیش تو است؟ یعنی در خانه تو است؟ نه خانه من نیست. شاید بازم خانه مولا علی رفته باشه. نه دیدم در اونجام نبود. ببین اویگار واضح است که تو سفدا مشکلات داری. سفدام چیز نمیگه. ببین شاید تو بگویی. اگر نفهمی بهتر خواد بود توکچه. اگر از ما پرسان کنی با معلوماتی که باعث میشه برات مصیبتی که الان جور شوه هیچ کدام ضرورت نداری. عالی را بگو که تو از چی وقت است که عاشق پیلوت شدی ها توکچه؟ عشق چی؟ کی عاشق شده؟ بان هیچ ضرور نیست که از ما پت کنی. گوش کو، اما قسمی که تو به خاطر سفدا با ما کمک کردی اما قسم ما میتونم برات کمک کنم. گپیست که من به کمک ضرورت ندارم. آیه تو اما نظر به چیزی که قبلا شنیدیم این پیلوت دختر دوا فروش دوست داشته. او کار خلاص شد. پیلوت چند دقیقه پیش نامه عاشقانه را خواند که دویگو به علی نوشته بود. جدا شدن. دویگو عاشق علی شده بوده؟ دقیقا همونطور است. بله سار، امیال زود خانه بیا. اگه تو نباشی من چی کنم هیچ نمیفهمم. کل رایم به تو ختم میشه سفدایم، اما از راه رفتن میترسم. نمیتونم از قبرستان قلبم بیرون شوم. دستت دراز کن و مرا کمک کن.
خداوندا با تمام دردایی که دارم بیشتر از این نسوزم. ای عشق مشعل آورتر نساز خداوندا. ای عشقی که در قلب من جای گرفته آتشش خاموش بساز. ملا آخرین دعایت هم کردی. عجل کسی که بیایه او را نگاه کردن نمیتونه. نیکی عبرت نگرفتی. درست است. انسانه با مرگ عجلش میبره، اما یک گپ دیگرم فراموش نکنی. کسی که جان داده فقط خودش گرفته میتونه. برای روان کردن علی در قبر و حلقه گم شده پیدا شد. تو چی کردی؟ از زندان یک آدم پیدا تانست یا نه سارب؟ یک را پیدا کردیم اما هنوز گپ نزدیم. اگه موفق نشیم چی خواست شد اویگار؟ یا اگه مجبور شو بگوی که ما او را نفر خود گرفتیم باز چی؟ دقیقاً ما هم جواب این سوال امروز پیدا کردم سارب. تو دیگه هیچ تشویش نکن. علی سبا شو در قبرش خواد کرد. ما با تو گفته بودم این کار نمیشه پیلوت. خیال بافی کردی. چشمات قسم شده بود که هیچ چیز نمیدیدی بیادر. نه دیگه بدونی که بشناسیش بفهمی کسیم. عاشق میشه بیادر بگو برم. میشه بچه، میشه. بیازو همیشه همه قسم میشود دیگه. ما چی بفهمم؟ هیچی چیزا را نمیفهمم. ما هم از این چیزا نمیفهمیدم بدد. هر قسم رابطه را تیر کردیم، چقدر خوب در قصه ایش نبودیم ایچ. اما او شو وقتی به خاطر پرسیدن استاد علی پیش او مسجد رفته بودیم، یک دقیقه اما شب اول ها ما هیچ چیز را متوجه نشده بودم. بچیم، اما یک لحظه اول که دیدمش کل چیز ما شد ودد. و خود گفتم که پیلوت این دقیقا خلاصه زندگی تو همی است بچیم. گفتم تو به خاطر دوست داشتن ای دختر به دنیا آمدی. و دیگه خیالاتم اجازه دادم که برن. اگر راه رفتن به طرف جهنمم باشه من را میرم. طرف جهنمم باشه من را میرم. همه قسم گفتم، اما به اندازه او رو دوست داشتم که حاضر بودم به خاطرش بمرم. او کسی دیگر رو دوست داشت. او کسی دیگر رو دوست داشت. میفهمی؟ ما به او هیچ ارزش نداشتیم ودت. ما در آسمان جداگانه پرواز میکردم. خدا لعنتت کنه. کسی که داسمان اشتباه بال میزنه توستی بیادر. ما چرا عاشق هیچ کس نشدم؟ ایره میفهمی؟ زخمای مرمی که دستینی آرنکو بود تو حالم یکی یکی ده اینجاست میفهمی؟ یکی یکی ما درد نمیخوره بیادر. ما یا میموریم یا میکشیم. پیش از که انتقام پدر ما را نگرفتیم عشق دیگه چیست؟ بگو برم بیادر. اتو نگو بچیم، اتو نگو. حتی اگه به خاطر مردنم یک خیال داشته باشی
بسیار خوب میشه که ما نمیموریم. حتی خاکم ما را قبول نمیکنه. لعنت به این زندگی. بدتر از کلش میفهمی چی است ودت؟ اگه از این دنیا بریم هیچ کسی حتی نام مرام نخواد گرفت. ما این قسم زندگی را چی کنم؟ نمیخوایم این قسم زندگی را. از درد زیاد قسم میگی بیادر. حال عقل سر جاش نیست. با مرور زمان خوب میشه. من زیاد زنده نمیمانم ودت. کل خیالات من مثل یک تیر در قلب من داخل شده و قلبم درد میکنه. درد میکنه. قلبم درد میکنه. بعضی چیزا با درد کشیدن با ادب میشن بیادر. تو در یک شاخچه اشتباه یک میوه اشتباه را رشد دادی. بان که خشک شود. از این به بعد در راه خود ما هم سنگ و هم خاک از ماست. دیگه نمیخوایم هیچ وقت خیال بافی کنم. برای خود میرم. خدا داد. دیگه خر؟ خدا داد. پیلوت اون نامه را چه قسم پیدا کرد تو میفهمی؟ ما برش دادم دیگه خر. تو نامه را گم کرده بودی نه؟ امروز از پشت میز پیدا کردم. ما کمک کار داشتم پیلوت بیادر گفتم برات بیاره نه که برات ناورده. خوب استی دیگه خواهر؟ وضعیتم خراب است خدا داد. اما دیگه خواهر تو فارماسیست هستی. کل دوا خوب پیش تو است. اگر وضعیتت خراب شود چه قسم تو را خوب بسازم؟ فهمیدم. تو را به شفاخانه میبرم. نه این قسم یک چیز نیست. وضع ما هم زیاد خراب است دیگه خواهر. کل روز پشت ایزگی گشتم اما پیدا نکردمش. چرا قسم میشه؟ برای یک بارم که شده وقت دو انسان هم دیگر دوست دارن، هم دیگر درک میکنن، میخواین خوشبخت شون، چرا نمیشن؟ امرای او مجرم ارتباط برقرار کردم. پلانه با کل جزیاتش توضیح دادم. چی علی را بکشه چی نکشه. اینقدر درباره علی برش گفتم که هیچ وقت از یادش نره. خوبش، بسیار خوبش. سفدام تا چند ماه دیگه علی را کاملا فراموش میکنه. چی کنیم دیگه؟ حتی خاطرات شخصی مردم به زودترین فرصت میموره. کاملا همون قسم که گفتی. از انسان باید توقع هر چیز داشت. دیگه چی میگفتی؟ اول کلتان فرشته هستین. وقتی نزدیکتان شویم شیطان میگردین. میبخشین، خسته نباشین. این دواره برم اشتباه دادین. ما دادیم؟ بله. امکان نداره. ببینین این دوا ایم نسخه. ما معذرت میخوایم. نخوردین خونه؟ نه، خدا را شکر در آخر وقت متوجه شدم. خدا را شکر. بسیار میبخشین، من قسم یک اشتباه را چطور کردیم نمیفهمم. هرچی نباشه دکتر خود نیستین، بالاخره یک فارماسیست هستین. حق با شماست. بفرمایید. روزتان خوش. پیلوت ها. چرا با زنگایم جواب نمیدی سینان؟ سینان بگو نه؟
پدر مام خوب دیدن ما اجازه داد، پس چرا؟ اگه بار دیگه تو را نزدیک دخترم ببینم باز، فقط تو را نه بلکه تمام خانواده تا از بین میبرم. زینب خوب میشه که دیگه هیچ وقت نبینیم. چی؟ ای دیگه چی مانا که نبینیم؟ خیلی چرا دایی قدر وقت پشت میدویدی؟ البته دیگه یه گپ عادی است نی؟ بیاز همی قسم می باشه دیگه، همه چیز از دور خوشایند است. زینب با قسم نیست جانه، تو با نزدیک شدن بیشتر خوشایند میشی. خیده و صورت چی مشکل است؟ چی؟ گفته نمیتونم، اما او مشکل تو نیستی، با هیچ وجه بوده نمیتونی. پدرم البته دیگه مرا با دروغاش فریب داد، حسابی کار ازش پرسان میکنم. احمقا با زندگی ما تجاوز کردن، باز ما در استراب قسم یک عشق. ای کی است اکرم؟ آدمی که در کار محصولات ما را فریب داد. نصف پولا را همی آدم خورده. خوب است، کاملا ایره به وقت آوردی. بیازو اصحاب ما هم خراب است. ما هم یکان چیز میپالیدم که فکر ما آرام بسازم. احمق تو دایی دنیا نیکی نشنیدی از ما کسی چیز دزدی کردن نمیتونن؟ نامرد بخیز احمق، بخیز آنی لو داره. ببی متوجه باش این کار نکنی، من دروغ خوش ندارم. به او خاطر به من راست بگو، اگه نه نمیبخشمت. باز پیلوت والا قسمی که تو فکر میکنی نیست، بسیار زیاد ضرورت داشتم، مجبور شدم. ضرورت تو چی بود بچم ها؟ نه که با اون 500,000 پول به خانه نان بردی؟ آی من یادم هم اشناسم پیلوت، قیماربازی هر فسق و فسادی که باشه میکنه یادم احمق. نه بچه، ای گپایی را که تو میگی آدم کده نمیتونه. ببینه بچم در دستش چله است. بچم ای آدم متحل است، متحل. متحل است، اما هر شبش همراه یک نفر دیگه سپری میشه. همه قسم است بی غیرت. نه ما هیچ وقت خانم خدا فریب ندادیم و هیچ وقت هم نمیتم. آفرین 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 آفرین. ودت ببی گناهی آدم گرفتی. ای آدم خود صادق برآمد. ای آدم بیشرف پس همراه هیچ کس صادق بودن نمیتونه. کل زندگی دروغ است. ای احمق در کار اختطاف هم دست داره. دخترای خردسال گرفته هم اونا را به فروش میرسانه و هم سر اونا تجاوز میکنه. ای راست میگه بچه؟ نه خیر بیادر، او قسم چیزی نیست. خیر ودت دروغ میگه؟ اول باید پول سرش ثبوت کنیم. چطور؟ تو دخالت نکو ودت، طرف مسائل کو.
تو را میگم نترس بیبی. ودت که تو هیچ کاری نمیتونه. من اینجا هستم نه. فقط کافی است که تو برای ما راست بگویی. حالا برای ما بگو که ودت دروغ میگه. دروغ میگه بیادر. تمامش تومت است. ودت دروغ میگه. دروغ میگه بیادر. پیلوت قسم نکن. تو دخالت نکن. به غیرت نه که ودت کدام مجبوریت داره که به من دروغ بگویه. تو وقت سر او دخترای خورد تجاوز میکدی نشرمیدی بی غیرت. توی دشمن ناموس بیبی. طرف چشمایم دیده بر من دروغ میگه. بیبی بیادر اول خوب پولا را ازش میگرفتیم. حالا دیگه هیچی به درد ما میخوره. در این زندگی چیزای مهمتری از پولم وجود داره ودت. بی غیرت نامرد. دوستا کسی دگام است که تشناب بره باز بعدن مرا صدا نکنین. برو. امره دیالیز چطور گذشت؟ خوب بود ملا صاحب، مشکل نیست. شفا باشه. زنده باشی ملا صاحب. چرا سایل داری؟ ها بچه زود با شای بیار. حالا درست از بیادر. بفرمایین مولا صاحب، گرم گرم بخورین. او بچه حالا او را اینجا بیار. بیادر ایره با مولا صاحب آماده کردیم. با تو دیگه آماده میکنم. او چای اینجا بیار. چیزی را که من میخوایم از من است. زود شو بته چایه. ملا صاحب روزای تا حساب میکنی؟ هرچند میگن کسی که روزا حساب میکنه زود نمیگذره، اما تو بیا زود تا آخر حساب کردن نمیتونی. بیادر بالاتلی چیره سلداری او بچه زود بیا. بالاتلی بیادر او بچه او بیا. حالا دیگه زود باش. بالاتلی بیادر بالاتلی چشمایت باز کن. بالاتلی بیادر بالاتلی بیادر بالاتلی چشمایت باز کن.
آی دویگو دخترم چی میکنی؟ قلب من استاد کردی. فکر کردم چیزی شکست. طرف ما بیبی. نه که تو آقا پیلوت با هم جنگ کردین. آی چی گپ است؟ توبه صبح یک رقم است شو دیگر رقم است. من خو هیچ چی دختر درک کرده نتونستم. خیرت باشه. باز چرا امرای دختر غرض میگی؟ های غرض نگرفتیم. فکر کنم او آقا پیلوت با هم جنگ کردن. به او خاطر کم کار است. اما تو راست. خب تو نمیگفتی که ای و آقا پیلوت با هم دوستای خوب هستن؟ ای دو نفر با هم جرمن. حالا چی شده؟ درست است میگفتم اما با گذشت زمانی چیزا میشه علیحان جان. یک روز آشتی یک روز جنگی. خدا آماده کو. به نظر من بسیار زود آقا پیلوت به دختر ما پیشنهاد ازدواج میکنه. باز بیبی. امره میفهمم که خو نیستی. با او گدامه که در مقابل دواخانه دویگو خواهر بود داخل شد. حتی گفتم پیلوت بدن ملاسای به زندان آزاد میشه، بیا که یک جای بریم به استقبالش. نامد. استاد علی بسیار خوب شد که آزاد شدین. زنده باشی خانم دویگو. شما میفهمین که پیلوت کجاست؟ چند دقیقه پیشم اینجا بود برآمد. شما چرا را میپالین؟